مهاجرت روندی که طبیعی گفته میشه، اما این روند طبیعی ساخت و سازهای هم دارد، خصوصا برای تاجیکان. در بیشتر از 20 سال استقلال تاجیکستان، داغ‌ترین موضوع تاجیکستان موضوع مهاجرت است. مهاجران تاجیکستان در مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه به صفت یک عامل و فشنگ سیاسی هم استفاده می‌شود. همه ساله از روسیه بیشتر از 1000 مرده مهاجر تاجیک آورده می‌شود. کارشناسان دولت و حکومت تاجیکستان را در راستای حمایه و حفظ حقوق مهاجران تاجیک دست کوتاه می‌گویند. مهاجران تاجیک همه روزه و همه ساعته در روسیه مورد به دچار و موردهای مشکل میشوند و سر هر قدم آنها حقوق و منفعت‌های آنها پایمال میشد. البته در روسیه سازمان‌ها و اتحادیه‌های هم تشکیل شده است که می‌خواهند از حقوق مهاجرین حمایت کنند. این و هزار مشکل دیگری مهاجران تاجیک در روسیه در بحث بیشتری آزادگان با کرامت شریپوف، راهبر جنبش عمومی روسیگی مهاجرین مهنتی تاجیکستان در روسیه که برای یک بحث بیشتر به دفتر آزادگان دعوت شده است و ما ایشان را خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. خب ما بدونیم که مهاجرت بسیار مشکلی کلان تاجیکستان است و از طرف دیگر مهاجران تاجیک همین طوری که از صحبت‌های پیشتر شما و از وضعیت دیده میشد به حقوق ترین مهاجران در روسیه هستند. من میخواستم که در اول صحبت شما بگید که همین بزرگترین مشکل مهاجرای تاجیک در روسیه امروز چی است؟ بوری سلام علیکم. زنده باشید. شنوندگانی آزادگان. صحبت‌هایی که ما می‌زنیم با شما با اون رسانده می‌شوند. اگرم مشکلات با مهاجرت نمیشه، فکر من جنبش مهاجران ملتی تاجیک در فکرت پیدا نمیشه. من همیشه رقم در علاوه صفر خودم 60% شخصانی که تونستن کار کنن در سرزمین تاجیکستان اونا برآمده رفتن. 60% کارگری امروزه جوانان تاجیکستان بیرون از وطن در مهاجرت ملتی میباشند. زیادی آنها معلوماتی ندارند. هرچند هم تو سالهای 2000 مگر صف مهاجران از صف دولت شوروی برخوردار مردا وجود داشتند که تصوراتی آینده می‌داشتند که مکتب بیوری خونده که مکتب می‌مونه. آنها می‌خواستند با سخنگویی با گفتگوی خود مسائل وزنی خود را حل کنند در راه در کار. امروز دیده برابری که در از سن 17 تا سن 30 حتی نامی پدر و مادر خودشون نوشتند. زیاد آنها هم گنگردونن که خطاگی زیاد استفاده می‌کنند در سخن گفتن. چی شد پیدا شد جنبش مهاجران ملتی؟ از کجا پیدا شد؟ برای چی حکومت نساخت؟ یک طرفداری نکرد؟ برای چی دیگر راه‌های اپیسونی که بودن در ما حزب‌های سیاسی بودن آنها دستگیری جنبش رو نکردن؟ تنها دولت روسیه در ساختار دموکراتیک این جنبش لازم است. حتی در آن حالتی که دولت تاجیکستان دیگر جامعه ساخت برای تاجیکان با نام اتفاق تاجیکان و گفته آنها که سالم فکران را به نظر آوردن سالم فکران نبودن. اینا بودن بدون میلاد در اطراف سفارت تاجیکستان برابری عبدالمجید داستیف و بعدتر بعد از پیش از رفتن صحبت داشتم با این شخص. حتی خطابی‌هایی که استفاده بود اونا گفتن که اینا برگردان نمیشه، ما خطابی بزرگ کردیم. لکن جنبش مهاجران ملتی تاجیک نشان داد در کار خود که به مانند چنین حرکت‌ها دیگر حرکت‌ها وجود ندارد که چون دست یاری به مهاجرت رسید. این یک غم است، یک علمی مادران بود، این گریه کودکان بود. این همه شد پیدا شد روزنامه تاجیکان آواز تاجیکستان 50,000 دانه برآمد. پس از این برآمد سایت سیمای خودی دیدید که تاج میگرند موجود ملتی که 41 میلیون امروز شهروند از همون سال بوده 2007 به امروز از نظر گذراندن هر یک صحیفه کاری سایت جنبش مهاجران. این چی بود؟ این یک روبریکا بودن. اینا سخنرانی که مثلا سوالا با پرزیدنت تاجیکستان. من خودم از همون سوالا زیاده از
$2,500 با سفیر تاجیکستان اینجا سفر کرد که ملت چی میخواد از پرزیدنت خود. اینا هر چی هست که ما گام این دلیل این فکت است، این حیات است، این تاریخ است. ما باید پوشانده نمیتونم. درست است. چرا اونا ترسیدن؟ همه در ترس بودن. همه فکر میکردن که وقتی پیدا شوید سال 2001 جمعیت با نام خزینه فوند تاجیک، خزینه فوند است تاجیک دیاسپور، رهبران جامعه مسئول گفتن که این نادرست است، نامش رو عوض کنید. نام تاجیک باید نباشه که ما اونجا گمراه شدیم با مواد مادیر. اگر که شما توجیه می‌کنید که هر جورایی ما خدا رحمتی شودروان بخشو اینو لشکر رو بوری کریموف حتی وزیر امروزی تاجیکستان هرچند سخن هم نمیگفت در اشتراک کردن اولین کنفرانسی تاجیکان در روسیه نسبتی حقوق پایمال شدن از طرف دیگر دولت‌هایی که از طرف خود شهروندان تاجیکان اشتراک داشت محترم رمضان رحیموف اینها بودن. زیادی آنها اشتراک کردن، آنها را میشناختن در قسم جهانی، در مشتبهای جهانی پراوداشینیکو محافظت حقوق انسانی. من بجوده از ممکن در تخمینا 25 دقیقه دکلات اخلال نسبتی اون گفتم که بینه در حبسخانه ها چی میشه و ما ایستا خواست رفتن با که خیست برادری ما بوری کنیم که کرامت شما خطالی کرد ایستادید. در آن وقت من سیرم با 38 میرسید. من در آن وقت خودم شخصی که بعد از خدمت‌های درازی در سایه حربی من نفقه برآمده بودم. من با اونا فهمیدم که من دورم کار کردم. هست توجیه که به همین صادق باشد و در آینده کشودنی جمعیت عمومی روسیه این هیچ وقت نمیشه. و شما میخوان از طریق بوری کنید که این دو میلاد رو بوری دیگر سر به سر جنگ هم داشت. 16 سال حیات گذاشت. 16 سال حیات سفیر مهاجران در اون وقت 800 نفر بود، 800,000 بودن. با 2 میلیون موجوده برآمده رسید. امروز کمتر از 2 میلیون است در روسیه. لیکن همون پرابلم مونده است. همون پرابلم پیشین است. سبب چیه؟ سبب همکاری نکردن. خود ملت توجه حرکت میکنن یا دیگری خلاف روش است. استاد همین که میگن مثلا برای چی از همه مهاجران به‌حقوق‌ترین در روسیه همین مهاجران تاجیک هستند؟ مثلا آذری ها با آذری های مناسبت نیست، حتی با قرقیز های مناسبت نیست، لیکن میگن که با تاجیک ها بسیار مناسبت هست. ما باید غشدی تنی چرکی بدن اون این شرک است، این غشد است، این باشتن لازم است. ما باید دردیم در اقتصاد مهاجران ویرگوف که داخلی تاجیکستان و روسیه و کرغیزستان با مواد معدنی مبادله شده بودند و در خلق چیزا گفته میشه که اینا یک اوت بودن، مرغابی بودن. این مرغابی‌ها با پاییزهای تاجیکستان میرفتن. اینا مهاجر هم اگر باشن دیگری در اگر 10 نفر مهاجر در وگان میشه 2 نفر اگر شخصی که با مواد مهاجر گسیل میکردن اونا اینا رو دیگه چه کاری خوب است ما اینا بردن میفروشیم و پشتیبان داریم از خدمات میانتی تاجیکستان مهاجرت میانیش دیگه است. در آن وقت کی سرداری میکرد ما خود دیوانه اینا بر وقت گفتن که هست با کی کار میکرد با به نزدیک از کار خارج کردن یکی از بدترین شخصا که در برای من هستیم این خود رمضان اوسکی بود. برای چی برای تاجیکستان می اومد؟ روز دروغ بود که بازارم ما رو کسی انتظارم نبود. حتی بازارها پرشیدن، حاجی‌ها از روی کسب استفاده خود بردن، آنها رو در هواپیماها که با دوشنبه میپریدن و مانند حاجی سمر، حاجی اسلام، حاجی دولت، برادران اینا رو همش فاش شدن. آنها رو پیشواز میگرفتن. کیا؟ پروکورور تاجیکستان پیشواز میگیره اونها. این ثبت‌ها هست ما با ثبت‌های از داخلی استعمال داریم. یعنی از نظر شما یک سببی همین که مهاجرای تاجیک در اونجا کمتر احترام کرده میشن و بی‌حقوق هستن این خودی همین منصبدارای تاجیکستان است و خودی سبب آن که زیادی از مهاجران ملتی باوری کامل به آن داشتن که در فروختن مواد مهاجر در حالت محکمه که بسته شده از طرف کارمندان دولتی اصلا از طرف خدمات مهاجرت اونا آزاد کرده میشن و ملت روس این دید که امروز آزادانه ملت تاجیک این فروخته شده است و از طرف خدمات مهاجرت ملتی روسیه هم حتی بود. وقتی که شخصایی بودن که در حالت محکم کردن تلفن اونا میبرآمدن اونا میگفتن دیدیم ما با مواد مهاجر برآمدیم از شما برای رجیستراسیون نبرآمدید شما پیش کرامت شریف نرویتون و هیچ کرده نمیتونه. لیکن بودن شخصانی که در همونجا همشون نمایندای مواد حاضر هستن اونا میرفتن اون دیگه شخصانی که با این گروه ها تشکیل دادن اونها رو میبرآوردن و حرکت میکردن.
یکی از پرابلم دیگری که در مسئله مهاجرت گفته میشه تمام مهاجران میگن و سازمان شما میگه دیگر سازمان ها و همین جمعیت های تاجیکان در روسیه میگن که خب هم نمایندگی خدمات مهاجرت در روسیه و هم سفارت و کنسولگری های تاجیکستان با پرابلم مهاجران کمتر دقت میدن. شما نقش همین سفارت و همین نمایندگی را در حل مشکل مهاجران چگونه ارزیابی میکنید؟ من نمیخوام یک بهای بلند برای کاری خودیم. برای باید من شخص دیگر که درگیر اطراف من شخص هستم که درگیر اطراف من شخص من دیگران درباره جمعیت تاجیکان در روسیه بودن جمعیت در روسیه نیست. این دروغ است. این فریب است. این گیر اطراف سفارت است. این گیر اطراف خدمات است. این فریب دادن این روزا رئیس جمهور است. وقتی میدارن 14 سال ماه نوامبر 6 نفر درگیر رئیس جمهور جمع میکنن همچون شتگس و شخصی که 4 نفر از بدخشان 2 نفر از ایسور 1 نفر از ترکستان با رئیس جمهور من بینیتون این روبرمانی تمامی تاجیکان و ما میخوام یگانه جمعیت اون روسیه رو ساختن با دستگیری شما با دستگیری سفارت با گمراهی بردن سفیر رئیس جمهور اون بگی کسی نو که از 2007 از در روسیه جمعیت اون روسیه برای چه نفره میگه کی بود رئیس جمهور با گمراهی؟ شخصانی که آوردن از خدمات روبران جمعیت رو از تلر مایبالیف رو نغزیبک رو از کراسنودار یک دیگران بودن که نشستگی بودن و این شما دعوت نشده بودید؟ آنها خواستن که پنهانی کردن رسانه که نیست تا این روز در ما صحبت داریم بعد از رادیو این روز جمهوری تاجیکستان خبری از کار امروزه جنبش مهاجران ندارن. فکر کنید که 50,000 گازر برآمد هر ماه. چقدر آدم‌ها سعی کردن، چقدر از زندان‌ها جدا شدن، چقدر پول‌ها گرفته شدن، چقدر برنامه بود تا امروز در یک سیستمی واکوم مونده شده است رئیس جمهور. چند سال پیش میگفتن که شما با دوشنبه آمدید و با رئیس جمهور واخرید. دروغ است. اینا بود یک واخره ما که اولا سفری من با دوشنبه اون بود که واخره در حقیقت بود با یک قسمی روبریت بود. با خود رئیس جمهور نبود. اگر با رئیس جمهور میشید این ممکن تاجیکای امروز با این دهشت نمیافتیدن. انا مثلا به یک فکت میونشون در همین روز زیاده از یک سال زیاد شهروندان تاجیکستان خوبا دست پیش پیونیکو نباید از یک ماه نباید خوبا 14 روز کمش اونا محکمه تمام ملت ها آماده برآوردن نماینده دار چی شد که اونا در آنجا ماندن سفارت نمیتونه سفارت اینا نمیتونه سفارت اینا سفارت امریکا یک سفارت بزرگ است در آنجا 1100 نفر کارمند دارد اونا توریسم دارن اونا همچون میمونه دیگه سیم کارمندان داخلی داری دیگر کار هست سفارت ما ممکن 20 نفر کارمند داره سرحساب این 1 میلیون چیکار میره اونها را گناهکار کردن بازی نیست است برآمدن از این من پیشنهاد داشتم تا روزی که در مجلس رئیس جمهور مشاور یک سویدنیک اساسی یکی خود ویце پرزیدنت پیدا نشود با واسطه با سوابای ماجرا دیگری پرزیدنت باید با مسئله این یادم چی نیست است اون پرابلم عمومی را حل کرده است و در روسیه گاز و نفت حل میشود در تاجیکستان درآمد تاجیکستان از روی مهاجرت است با اونا سوسیال پاکتی هیچ بالا نمیذارتون برای که کودکای شما در اینجا است اونا در آنجا هستن اونا مایوب شدن این شخصی که در بین اونا بود برید تمام دنیا را تاریخ ببینید کی بود سورو کی بود دگول دیگر ربر اینا از بین خلق برآمدن خود ببینید که پریمیر مینیستر این از بین مهاجرت برآمده است مثلا این روزا حل خود را میافت لیکن اگر حل این مسئله را یابد زیاده از 80% اویله‌های امروزه چینونیکای روسیه به پول میموندن تو تاجیکستان اونها همین را سرداری کرده گیرن اویلا یعنی اگه نشان کرامت شریف میخواد که در آوردن مجدارات بانک از حساب مهاجرت 136 میلیون دلار هر سال با قسمی چی میرفت با کیسه بیگانه میرفت آماده با قسمی سوت پاکی برای آینده همین مهاجرت با پنسیونر با کسریاش با کودکش با اینا کرامت ببینم دیون ایل کمپانی پولنوست سیستم هست تحت نظارت مهاجرت میگذارد با سیام گرفتن پاسپورت و دادن پاسپورت در قسم کنسولگری وقتی که هست شهروند با یک نرخ نه که هر وقتی که شما بخواید این نرخ برداشت کنید بلکه ما در یک سال ممکن 2-3 مرتبه پاسپورت باز میکنیم اینا بودن سوالات سوم وظیفه دارم که تیار کردن کادرها در تاجیکستان نسبت مهاجرت داخلی با وزیر مهنت همراه کار کردن اساس این بود کاندیدا در این پست کی وارد شود اونا گفتن این کرامت شریف است اگر کرامت شریف اومد این تاجیک است این تاجیک آورده در پهلوی رحمانوف میمونه شما یه رحمانوف هم تاجیک است این دو تاجیک شدن مسئله مهاجر حل میشه اما دیگر ملت‌های قلق و لقه کجا میره ازبک‌ها کجا میره
این دو طریقه در یک ثبت پنهانی کردن اینو ما خبر داریم. خود یک از این اسرار اون گفت که اگر این رود اومدن کراماش رو این دهشت نیست برای ملت ما، برای روسان دهشت نبود، لیکن روی نارکوتیک محکم میکنن، روی نه چون رجیستراسیون بردن یگانه میکنن، در آمدن همه رجیستراسیون دایر راپور میشود، روی خط دادن جای کور فرستادن پولی کودک بعدتر به هر یک ویلت سو تماس گرفتن از جای کور. این یک سیویلیزاسیون امروزه بود. نه چرا نکرد؟ نه حکومت تاجیکستان خواست کردن، نه اپایسونی خواستن کردن، نه دیگر سیستم حزبی بودن اپایس در تاجیکستان، نه نماینده در حتی نماینده دنیوی با قسم دیدنی که پایمال نمودن یا که تاجیک خاموش شدن. نه خیلی که گروه، نه ارگانیزاسیون از کنگره مردم پارلمانت ایرانی اینا همه نیا کرده شد. بعدا من خود به خود سوال دارم چرا که چنین بزرگی را ما ایشون میدیم در آینه ملبورن حتی یک جمعیت از طرف حکومت تاجیکستان با یک گزیت با یک روزنامه نمیبره که من کردم چیزی رو من موندم اینجا هست دوغی دردی ملتی که دوغ دردی پدر و مادر. چرا این از این باید کرامات شریف گاوزنه؟ چرا در یوتیوب گاوزنه؟ چرا در شهر روسیه کرامات چرا شهروند روسیه با روسو مبارزه برای چی من برای روسو برای همه دادم خانه دادم بعد از برآمدن به نفقه فرزندان من خواندم نفقه میگیرم من آزاد من حرکت میکنم در همین حالتهای اول برای که اونا گناه صادر کرده گیرن نسبت ملت تاجیک نه بلکه اونا این حکومتداران تاجیکستان گناه صادر کرده و جواب اینو دادن در کار است فرق ندارد. من گفتم به شما وقتی همون رو میبرمدیم گفتم از شما التماس کردم یک قهرمان تاجیک ما به گاز بریتون ما نداریم قهرمان ملت. قهرمان تاجیک در اصل پیداشدگی ملت تاجیک نیست. شما ممکن واسه را شوریش گاز زنید از طویل داره بود و واسه شوریش کرد و قهرمان هم نبود. ممکن سندک گاز زنید و هم شوریش کردنی بود. ما وقتی که برادر میکشد ما یک قهرمان رو میکنیم. ما خود سنیم از روی دین. الان ببینید که در روسیه امروز تمام این برآوردن تاجیک‌ها چی سبب دارد؟ موجود آنها زیادشون در ماچیکا است. سنی بودن این غلامای پیغمبر است. سنی بودن از پشه پر رفتن شما میترسید. در دنیا جنگ است با اونها اسلام میگن. اینا کیان؟ اینا فناتا هستن. اینا وهابیان، اینا سلفیان، اینا دیشنای شیعیان، وقتی سنی این خط دیگه است. این پیغمبر ما همونیم. ما ازبک‌ها همونیم. به هر یک جد نزدیک همسایه هستیم. ما باید در این باره فکر داشتن قهرمان چی فایده داشته میتونه؟ ما ببینید قهرمان برای در سینی مکتبی درس دادن فرزندان است. اگر قهرمان مثلا میگه که در 23 سال حیات برای مهاجری که برای کودکی که از مهاجر در مکتب ممکن بود یک صحیفه بود که امروز قهرمان در مهاجرت هم هست. مثلا استولی قهرمانای زنده تاجیکستان مهاجرا هستن که پول میفرستن اینجا در این باره گفتن در کار است. در این باره سخن که درس ها بزنند. اگر امروز مهاجرت مهنتی از حساب قسم درآمد خود داخل نمیکرد به تاجیکستان اینجا 58% دیگه داشت کرد. این چون یفت گاز روسیه بر هم خورد ما هم تاجیکستان بر هم میخوریم. درست است. ببینید شما یک مسئله مهم گفتید. به نظر شما همین مهاجرایی که امروز هستن مشکل پرابلمی که در روسیه دارن همین را تنظیم کرده میشه همین پرابلم را حل کرده میشه یا که حکومت باید برگرداند نه هست پیشنهادهای من بود که در آوردن ویزای کاری وقتی ما می‌بینیم که در حبسخانه‌ها زیاد شهروندان بیگناه نیست از ویزای کاری وقتی اون در سیستم کاری پلاسمنت نیست از ویزای کاری بسیار پونت است که وجود دارد لیکن تاجیکستان در دیگر فکر است اگر ویزای کاری شود مثلا کرامات شریف شما طلب میکنه 1000 2000 آدم این 1 میلیون چرا از تاجیکستان برای رفتن نمیکنه کسی اون طلب نمیکنه هیچ کم نداره مثلا ما میگیم استراتژیک پارتنر روسیه است تو финансовый кредитор Китай. Уважаемый Китай, дайте нам 5 миллиардов долларов. А вы там копайте золото, что вы думаете? Дайте нам сюда 5 миллиардов долларов. Это таджики больше не поедем ни в Китай, никуда. Мы их будем готовить. Хороших специалистов. Создаем экспертов все остальные. И дальше будем сюда с вами, куда их отправлять. Язык русский, английский, китайский достаточно. Возможно решать? Возможно решать. Пока там они, он давно часто. Халин масала дарья дуа. Нишастан, да салимист, اگر که خواهد که من پیشنهاد کردم این اوازی من برآمدم دیگران رئیسای دیاسپورشون هم پیشنهاد کنن من میدونم که چیزی پیشنهاد کردن نمیتونم چون که محترم جناب عالی ما 3.5 میلیارد دلار میپردیم از خب میبریم وطن با همین 7 میلیارد کرده میتونم شما من شما در جهان دوری میتونم با یک شرطی که
سیستم امروزه مکانیزم ساخته پیرامید پیش از این شکسته شود. شکستن این زیاده 80% چینونیکای امروزه تاجیکستان از این موز پول دیگر نمیگیرن، از مهاجر پول نمیگیرن. یعنی شما گفتنی هستید که بعضی چینامریکا منصبدار تاجیکستان بعضی نه گفتم 80% تمام. 80% مهاجرای تاجیکستان 80% چینونیکای چینامریکای تاجیکستان از مهاجرت کار میکنن. کار میکنن. نه یعنی نه نه البته اگر کمپانی کار میکنن کنسولگری کار میکنن سیستم مهاجرت کار میکنن اموادی کار میکنن وزارت کارهای خارجه کار میکنن از اونها قانون قبول میکنن چرا نمیدونن یعنی اونها منفعت دارن که همین خوف هم با این رو رفتن گیرد دیگه که سواد نگرفتن اساسی کار است که اگر این ملت سواد گیرد از کودکان اونها بالاتر ممکن فکر در صحبت‌های سکرتریال صحبت‌های بحثمون اشتراک نمیگیرن این هم از پریچینه شما باور دارید که اگر با خود رئیس جمهور شما این وقت ملاقات نمیشه داد کنم نه اگر که شد همین ملاقات رو آخری کردید میتوند که همین مثلا چی میگن نفوذی رئیس جمهور مثلا را حل کنه در یک بودن امروزه درباره تنجی امانت آینده تاجیکستان درباره صلح و وحدت ما گپ میزنیم صلح و وحدت اون چیزی که پسری تو در این امروز من همین بیگانی دو مورد قبول میکنم از راپور و یک نفر اونو کشته شده است از کفر باشی سه ماه پیش نبودیم امروز خبر از اونجا بود این مرده یافته شد از تگی برفی که افتاد رئیس جمهور دولت نشسته من هر چیزی که با شما گپ نمیزنم اون فاکتور دلیلی که اصلا باید برو میشنم گپ زنم هیچ گپ نداره شما خود تلاش نکردید که همین ملاقات شد راهش هست راه تلاش بود چون وزیرایی که در گیدی من بودم با من صحبت میکردن اونا بر دور من فری میدادم ما برای رئیس جمهور میرسونیم اونا رساندگی نیستن کی مثلا خود گفتن اینو چی روز اینا از باوش دیگه این از کدی کوچه نیست از یک رئیس اسپانکوم نیست اینا از مجلس اولی هستن که بی خطرت از ام وی هست از سیستم وزارت کارهای خارجه است پاسپورت اینا از کدی کوچه هستن چرا نبودن اصلا فقط به من شما اگر تو با حسن چی که بعد فهمیدن که سادوی بود شادوانی که تولی در اینجا کار میکرد و بانکیر بود همین شخص پرابلم شما را حل میکنه دیروز ما در پرابلم که مثلا گابزن او زبانی بود با اوزودا دیگه اون شخص هست من میگم من نمیشناسم کسی رو من میشناسم مهاجرت ملتی رو من نمیشناسم تو دوستان اتوبوله فهم چون برادر میشناسم من نمیشناسم سفر غیر رو چه همون سفیر بود میشناسم من نمیشناسم کبیری چون که همچون رئیس پارتی میشناسم من یاد کردم که پرابلم مهاجرت حل کنه پرابلم مهاجرت در دست رئیس جمهور است اگر با شرطی که اون نکنه حل میشه اگر با دیگر فکر اون از راه نبرن دیدیم که شیشتن کلمه شریف توجیه که رئیس جمهور توجیه این دو توجیه در یک سری میاد من بزرگ سعودی نیستم شیرخوانم من شیرخوانی هم نمودم و من گفتم که اوله چینونیکای امروز باید توجیه باشه که سخن گم شما نسبت امروز آینده ملت با رئیس جمهور شما مونید انا این پسر بچه از دیوت است همین پسر بچه میتونه آینده معلومات اولی گیرد پول نداره زندگی نداره در وقتی همکاری کردن جمعیتی توی دیاسپوری عمومی روسو در نزد رئیس جمهور بفریب دادن به آینده ملی تاجیکستان در گمراهی بردن ملت که گویا که مواجهت حل این مسئله را می‌یابد و رحمت از ایشون از خود رحمت از شما میدونه از من لکن یک راستی بودن کلمات شریف بود در آینه ملی تاجیکستان این فکر فقط نمیتونه چینونیکا چهارده رو پول بده میگیره میره این از این تجربه است ما فهمیده بودیم که یک وقت تلویزیون تاجیکستان رفت از روسیه با شما صحبت هم داشتن یکی پخش نشد در تلویزیون هیچ وقت اونا که بودن از طرف کارمندان MVD با گفته اونا با خواهشی که با خود رمضان رحیموف وزیر MVD وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در آنجا نیلوفر بود دختری که اشتراک کرد جوانای تاجیکستان اشتراک کردن و یک صحبت زیاده از یک نیم ساعت حتی سوالات نسبت کبیری بود نسبت عمرانی قوت بود من اون چیزی که میبینم من همون چیز گپ بزنم من همونجا گفتم که برادران شما همین وقتتون همین کامراتون رو بردارید کسی شما را ثبت کردن در نشون میدن چون یکم کی نمیمونه این آینه ملی تاجیکستان نمیمونه دیدیم که نمیمونه سفر غیرونیش بگذور اینا که اصلا که دستی من داشته گیرم کاریادم بگ سوارش کارمند که من بود راهی بعد بود راهی دوزی بودم برادر این راه خوب نیست این راه خوب نیست که ملت من تاجیک است من تاجیکم درست لیکن همین مثلا خیلی مهاجر که شد دیگه لقای از تاجیک است فقط حقوق تاجیکستان است این فراموش حقوقش حمایت شد لکن ما یک سوال شما میتونم این هست اونها میمونن همین من هم در روسیه میمونیم این تمام نارکوتیکی که در روسیه میگذارد توجیه تاجیکی виноваты тогда таджики виноваты я виноват тогда я думаю что почему с таджиками происходит в России я не меньше делаю как Путин по отношению к таджикам к своим русским я по отношению к таджикам делаю я буду его продолжать درست دیگه درباره ملت از شما در اینجا هست
و یا همین شهروند تاجیکستان هست و برای من شهروند تاجیکستان نیستم که ملت من تاجیک است. وقتی روس که آدمی که روس از در امریکا و در غم و در انو در علم و در بدن روسیه نیستن. این اگر شما که پیش برن این روز پیشروی روسیه هست از حساب پوتین. در بین مهاجرای تاجیک در روسیه و بین جمعیت‌ها و همین دیاسپورای تاجیکان این خیلی رویه و گروه بازی هست که مثلا تاجیک‌ها یک طرف و مثلا از بین شهروند یا لقای یک طرف و خلقاش یک طرف و چیزا هست. این هست. محل بازی عموما پیداش از بدخشان. تا امروز بدخشان هست. و بدخشان هست و میموند. من پیمان میکنم بدخشان این خیلی است. برادرای ما هستن تاجیک زبانن، فارسی زبانن، اسماعیلیت هستن، سنی نیستن. من یک چیز از اونها میخوام. اما فقط در سخنهای من نادرستی رو میفهمم. وقتی من میبینم که در یک زال در یک سیستم دیپلماتیک پاسوی سرجم کردن 100 تاجیک نمیتونن بدخشان با دیاسپورای خود سرجم میکنن 7-8 هزار شما شاهدی بودید که نوروزی گذشت یک مرتبه این هست با بزرگی پرقوتی بدخشان خلق بدخشان همون خلق بدخشان اگر شما خمیده تا خودی طویل داره بهتون که تو نه خودی خاروق هستید دیگر اینا بدخشان هست بسیاری که ما میگم تاجیک نیستیم ما با اینم نظر نمیگیم تاجیکان باید حل کنن مسئله آینده تاجیکا در بدن امروزه چینانی کور در مورد رهبریتی باید هست امام علی رحمه الله تاجیک ما فقط میکنیم خدا شد همین خیلی دیگر هم شوند ما در پاک ما یکم زیدیت با دولت هم میکنم لیکن در کمبودی دولت ما باید گفتم اگر حزب از من بالا باشد جمعیت در روسیه از من بالا باشد مرحبا ما جای خدا میتونم چیزی من این خانه را ساختگم این خانه را ساختم خانه زندگی کنم میگه در تاجیکستان خانه یا تاجیکستان فوندن میشه داشته است 2 میلیون که موجود برگشت این فوندن میتونم از بین میره اونا جای کار طلب میکنن کی این بود که در با رئیس جمهور رسون حاضرم سری وقت است آینده تاجیکستان فقط در دیدن سو هست در سو برگشتن جمهور میگه غم و اندوه هست این هست ما از اینجا رفته از این دو رفته نمیتونیم برای نسبت سوال شما که هست جمعیت ها مرحبا نه باقی یک بدخشان مثلا جمعیت هست که اونها با مانندی میگن که در مجلس اولی چند پارتی وجود دارد اینا در نزد پارتی لیکن یک پارتی است پارتی خلقی دموکراتی است اینا برای دیگر این 5-4 پارتی این پارتی است که از کجا مثلا یک دموکرات اسمون در از کجا مثلا 50,000 آواز جمع کردن این اگر به ملت خود خیانت نیست من نمیروم رئیس جمهور اگر من میروم کاندیدات اندرماندادی میگه با پارتی نمیروم من ندارم در حالی که کرومات شریف جوری 160,000 فقط اعضا دارند ایاردمی کرومات شریف به ملت رسیده است نه کمتر از 1 میلیون ممکن تو اعضای اولیگی با 6-7 میلیون رسید برای مهاجرت تیم امروزه مهاجرت برای ما تیم سیاسی شده است این پول تیم سیاسی است برای در حل مهاجرت شدی اساس مهاجرت تیم توجیه است